وقتی که اجازه کار نمیدی، وقتی که از نظر مالی شما کمک به ما نمیرسونی، یه پناهنده چجور میتونه زندگی کنه؟ عاطفه پیچند شهروند 36 ساله ایرانی است که در تاجیکستان پناهنده شده است. به گفته خودش 9 سال پیش مجبور شد که همراه با شوهرش ایران را ترک کرده به تاجیکستان آیند. نمایندگی سازمان ملل متحد به عاطفه پیچند کارت پناهندگی داد، ولی گریزه ایرانی از این قناعتمند نیست. ولی الان تقریبا 5 سال هست که هیچ کمکی به ما نشده. یعنی نه تامین مسکن کردن، نه کمک هزینه‌ای شده، نه از نظر بهداشتی. به هر کیم که میگیم، به سازمان ملل چند بار نامه نوشتم، گفتم من همچین مشکلاتی دارم، من الان هم از بانک قرضدار شدم، هم از صاحبخونه قرضدار شدم، ولی شما هیچ کمکی به ما نمیکنید. شما باید برای ما یه سرپناه، حداقلش یه سرپناه تامین کنید. ولی نمایندگی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شکایت عاطفه پیچند را رد می‌کند. در پاسخ این نهاد به رادیو آزادی آمده است که به پناهنده ایرانی در دایره برنامه کووید 19 کمک مالی کردند. یک نماینده کمیسریت عالی سازمان ملل به رادیو آزادی گفت شکایت اساسی عاطفه پیچند از انتقال نشدن به کشور سوم است. ولی می خواهیم تکرار کنیم که هیچ گونه برنامه کوچانیدن از تاجیکستان یا کشور دیگری آسیای مرکزی به کدام یک کشور سوم وجود ندارد. برای همین کمیسریت عالی سازمان ملل متحد هیچ گونه درخواست را برای کوچانیدن بررسی نمی کند و نخواهد کرد. مژگان حلیمова روزنامه‌نگار تاجیک قریب 1 سال است که موضوع پناهندگان را می‌آموزد. میگوید بیشتر پناهندگان از افغانستان به تاجیکستان می‌آیند و هدفشان هم رفتن به کشور سوم است. مشکلی همین مشکل رقم یک گریزهای افغانستان در تاجیکستان چه در شهر وحدت که در دیگر منطقه‌های دور از مرکز باشد، اینا مشکلی نداشتن جای کار است. آنها میگن که هر چند که ما مثلا مراجعت میکنیم، شکایت میکنیم به دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان، ولی میگن نمیتونن برای ما جای کار پیدا کنن. حداقل ما رو روان کنن به کشور سوم، یکی برای ما جای کار پیدا کنن، یک کمک معین برای ما کنن. تحقیقات مژگان حلیمова نشان داده است که وضع زندگی پناهندگان در تاجیکستان گوناگون است. اون گریزهای افغانی که در شهر وحدت زندگی میکنن میتوان آنها رو گریزه نگفت. یعنی آنها قریب زندگی 80-85% خوب است. ولی وقتی که میروی زندگی مثلا گریزهای افغانستان در جبار رسولوف میبینی یا که مثلا رودکی و حصار، واقعا آنها رو میتوان گفت که آنها گریزه هستند، چون یک زندگی مثلا قشاقانه دارن. آنها مثلا همین قدر زندگی وزنی دارن که نه جای کار دارن. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی فعلا 228 خانواده از شهروندان افغانستان از تاجیکستان درخواست پناهندگی کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید به 200 نفر کارت پناهندگی داده است. گریزه ها که اکثرشان افغانان در ناحیه‌های اطراف دوشنبه زندگی میکنند. بسیاری از آنها مثل عاطفه پیچند در انتظار باز شدن راهشان به اروپا و امریکا ماندند. شهلا عبدالله، مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی دوشنبه.